بعضی وقتا وسط شلوغی زندگی یه لحظه وایمیسی و از خودت میپرسی واقعا دارم واسه چی میجنگم؟ برای کی؟ برای چی؟ انگاری یه لحظه همه چی بی معنی میشه. هدفات، تلاشات، آرزوهات، حتی خود زندگی هم برات بی معنی میشه. اما مگه زندگی همین ثانیه ها نیست که دارن میگذرن؟ همین روزایی که یه روز آرزو میکردیم زودتر برسن. شایدم حقیقت همینه. معنا چیزی نیست که دنبالش بگردیم. معنا همون لحظه‌ایه که داریم زندگی میکنیم. به قول سهراب سپهری، زندگانی سیبیست. گاز باید زد با پوست. البته پسر کوچولوی من ترجیح میده بدون پوست بخوره و اینجوری ساده تر.